سحرخیزی رکن اصلی زندگی منه. هر روز صبح قبل از طلوع خورشید بیدار میشم، سلام بر خورشید میگم و یوگا میکنم. بدون اینا اصلا نمیتونم ادامه بدم. بله، چرا انقدر زنگ میزنی؟ ساعت 12 که ساعت 12 باشه چیکار کنم؟ پشم از اون بگم برات؟ کار دارم من که بیدار شم؟ هی زنگ. وای، خواهرتونم؟ چه چهره معصوم و دوست داشتنی، درست مثل فرشته ها میمونه. دل تو دلم نیست که از نزدیک ببینمش. چی بابا، خواهرش زنگ زده میگه آجی جون دوست دارم بیام امروز دستپخت خوشمزت رو بخورم. فکر کرده من خرم، دوباره میخواد بیاد تو خونمون دعا جادو بذاره. زنی که جادوگر. نه من استیک نمیخورم، سال هاست که بگنم. به این دستا نگاه کنید، این دستا برای شکار ساخته نشدن، این دستا برای چیدن میوه از درختن. بابا سفارش بده دیگه، مردم از گشنگی. خب بابا چی میخوری حالا؟ من 4 تا پاچه، یه دونه زبون، یه بناگوش با 2 تا چشم میخورم. نکنه آب مغزم میخواد؟ آب مغز مگه روش نیست؟ من بدون آب مغز اصلا گلوم پایین نمیره. هر دفعه اینو بپرس.